هلو گایز، بچه من هستم و خوش اومدین پورت هشتم بازی سکیرو شادوز دی توایس. خب بچه این مشکل فنی توی ویدیو به مشکل اومد، به مشکل اومد که پیش اومد، یعنی اشتباه گفتم، به مشکل اومد و یه تیکه خیلی مهم از ویدیو رو رکورد نکرد و من دوباره دارم رکورد میکنم و الان من یکم جلو هم، خیلی جلو هم، تقریبا پارتای خیلی جلوترم و تا این یه تیکه رو دلم نمیومد نظرم واسهتون. ببینید من دقیقا اون یه تیکه که رکورد نکرد کجا بودم، اومدم اینجا سانکن ولی اینجا بودم و تقریبا این دوتا بونفایر رو شما ندیدید، یعنی قرار نبود ببینی. الان اومدم از اول اینا رو بریم با هم دیگه، رفتم و مینی باساش هم زدم جفتشون، یه 3-4 تا مینی باس این تو داشت، همش هم زدم. اومدم جاهاشون رو بهتون بگم. مینی باساشون هم خیلی سادن بچه‌ها و کلا 2 تا مینی باس بیشتر نداره، خیلی سادن. یعنی به اصطلاح چجوری بهتون بگم، خوبه که جای دیگه ای از ویدیوها مشکلی به وجود نیامد، چون 2 تا مینی باس تکراری اینجا شما قراره ببینید. یکیشون که اصلا در حد انمیه، 4 تا اتک بدید میمیرید، واقعا میگم و شوخی نمیکنم، اصلا مینی باس نه، انمی عادیه. و دیگه نمیدونم میازاکی چرا انمی قرارش داده. حالا بریم. یکیش هم قبلا دیدید، جزو اسمش، هیراتا استیت دیدیم. خب شما اینجا رو میاید بالا، اینجا رو میاید بالا، میاید بالا. It's okay. اینجا یه انمی عجیبی میبینید، از اونایی که توی چیز بودن، توی کستل آشینا بودن. یکی دیگه هم پشتتونه دقیقاً. ایکس به شدت خوبی اینا میدن، 600 تا ایکس میدن. او یه دونه یاشاکی رو شوگر. خب این بومفایر رو، یا همون اسمش چیه، خدای من اسم اینا رو نمیدونم دیگه، چیکار کنم؟ یا میگم بومفایر رو میگم سایت آف گریس، دیگه همینه دیگه. اینجا واسه شما مهیه، من بدبخت رکورد نکرده، دوباره از اول اینجا رو میرم. شما کاریتون نباشه جلوتون خروس، پشتتون خروس، با این کاری نداشته باشید. او ناموسم بمیره، اصاب ندارم دیگه. ببین میگه که اینجا یه ویلیجی بوده که یه تمپلی توش بوده که توش یه آدمی بوده که با فلوت اینجا رو کلا طراحی کرده. اگه شما بار اولتون باشه بیاد اینجا، میبینید که کلا اینجا مهالوده و اونجا چیزا. یه بنده خداییه که یه تمپلیه که از هیچ جهت بهش توجه نمیشده و اینجاها پر انمی ها بچه ها، برای من نیستن این انمی ها. شما بر بالای این ساختمونه دقیقا شما باید از اینجا بیاید، اگه مه ها رو بتونید رد کنید پشت سرتون کلی انمی اسپام میشن یهو. میپرید اینجا. این بخش که بیاید بجز این مالا میمونایی که اینجا جلوشون جزو قرار داره، شما این میمونا رو قشنگ این بالا که هستید، اوکی، ندید تو صورتشون همینجوری ها. میمونا رو با شوریکن بزنید نوبتی، اینا رو بزنید. اگه تونستید که یه جامپ اینور بزنید، از اینجا بپرید اینجا. اگه ندیدتتون جزو رو همون باس فایتی که باس گنده ای بود تو هیراتا استیت دیدیم، تو دهنش مثلا پویزن میخورد پرت میکرد تو صورتتون. فایت کردنش همون جوری، نه عملا همون جزوه، واقعا چیز خاصی نداره که بخوام بهتون توضیح بدم. دقیقا همون جزوه که توی هیراتا استیت دیدیم، یکم فقط دمیجش سنگین تره. دقیقا نوع اتک دادنش همونه، فقط دمیجش بیشتره. همین میرسونیدیم بالا و همین خودتون میرسید اینجا، میرید روی این درخته، میپرید روی این طبقه، اینجا رو برید تو، میاد روی این. اینجا یه بنده خدا نمیمونه که شروع میکنه فولود زدن، اینجا کامل واسه شما فرق میکنه. حالا من اینو کشتم، میپرید برا یه دونه چیز میزنی به اصطلاح دفلو، آره یه دفلو میزنید روش
میمیره. نمودم اشکال نداره، 1 2 3 تا میذاره میمیره. انمیه اینجا، فقط بالا سرش یه دونه خط داره، هیچ داره. میکشید و کلا اینجا مهش میره و همه چیزی اون نمایان میشه. و کار من از اینجا بده. اینجا بچه منطقهش پر لوت ها، یادتون نره نگاه کنم، همین جوریش هم من جا گذاشتم با اینکه اینجا رو خیلی وقت لات کردم. لوت داره اینجا، همه رو بگردید تا ته. ببخشید این یه تیکه واقعا نمیفهمم چرا PS4 به مشکل خورد. آره اینجا رو همه رو رد کنید برسید به این ور، خودتون رو برسونید به این ور و اینجا رو رد کنید. اینجا از این انمی رو میبینید رو هوا، میتونید بکشیدشون، میتونید هم از جلوشون رد شید، کاری باشون نداشته باشید. اینو میکشید. فقط مقاومت بکنم. نگاه کن یاشو اینجا فارم ها بچه، این آیتمه فارمش اینجاست. میرسید به این بونفایر، روش رست میکنید. بچه من تازه یه چیزی فهمیدم، این امبلمایی که اینجا میبینه من 17 تا بیشتر نمیتونم، این امبلما مربوط به چیزمون نمیشن، پلیر بیدامون. این اسکیلای این شکلی رو باید بگیریم. اوکی تعداد امبلمامون با اینا بیشتر میشه. الان من یه دونه امبلم اینجا میگیرم میشه 18 تا، یه دونه اینجا میگیرم میشه 19 تا، یه مینی باس هم هست که اونو بزنید میشه 20 تا، ماکسیمومش 20 تاست. و اینجای بنده خدا رو میبینید که این آیتم فروشه 100% اینو بخرید. بعد از خریدن این آیتم کلی کار داریم. حالا چون که من یکم جلوتر هستم، یکم که خیلی جلوترم، آیتم های دیگه ای بهم میفروشن. مثلا دیوای کانفتی بعد از زدن یه باسی که حالا به زودی بهش میرسیم و بعد از زدن اونا چیز میشه، به اصطلاح میتونید دیوان کانفتی رو بی نهایت ازش بخرید. دیوان کانفتی بهتون گفتم، یادم نمیاد گفتم یا نگفتم، ولی جلوتر اگه نگفتم بهتون میگم. واسه یه سری از باس فایت نیاز به دیوان کانفتی داریم و این آیتم. یه سری از باس فایت دمیج ترور میزنن، حالا جلوتر با همشون آشنایی پیدا میکنیم. اوکی آقا، آره بهتون گفتم. و این شیلد حتما نیازتون میشه واسه انمیایی که دمیج ترور میزنن. اوکی آقا، از اینجا به بعد ویدیو رو که رکورد کردم، فقط تا اینجاش رکورد نکرده بودم و واقعا خیلی اعصابم خراب شد، چون واقعا دلم نمیومد بخوام دوباره سکیرو رو از اول شروع کنم تا اینجا بیام. خدایی تا اینجاش خوب پیش رفته بودم. این دکمه رکورد من نزده بودم و رکورد نکرده بود و خیلی اعصابم خراب شد. خلاصه که 3-4 هفته کنه رکورد نکردم، همون ویدیوهای قبلی داشتم افتاد می‌کردم، اعصابم خراب شده بود. یعنی اینقدر اوضاع خیت بود که نزدیک بود سکیرو رو کلا از اول شروع کنم. گفتم ولش کن سری همین یه تیکه از اول شروع کنیم. حالا به بزرگیتون ببخشید، واقعا من ازتون معذرت میخوام که این یه تیکه توی ویدیو نیافتاد و یکم بد لود شد. یعنی دستی نتونستم برم دیگه دقیقا تو همون ثانیه، و الان باید برگردم اینجا رو تا بهتون نشون بدم. حالا آیتماشو گرفتم، مینی باساشم زدم، می‌خواستم صرفا جاشون رو بهتون بگم بدونید از کجا باید برید دیگه، از کدوم طرف. اوکی خب ما دیگه کار با انمی ها اینجا نداریم، حال ندارم 20 بار بکشمتون. این از این اسکیل بچه ها، متوجه شدید این اسکیل چیکار میکنم؟ این اسکیلی که میزنید بعد پاشی بری جای شلوغ. اوه از یه رنج خیلی دوری اتک میزنم. مورتال بلد خوبه. 3 تا امبلم که نمیخوام جلوی این باس فایت هیچ یوزی نه، فقط بعد دفنس بدید، هیچ چیزی نمیخواد یوز کنید. امبلم هم کسی نیازش این هست، همین. فقط شما این آیتم رو بیارید، اینم نمیخواد یوز کنید یا الکی نیارید اینو به خودتون. بریم
تو چرا همه جا هستی؟ رو ببینید این یه باس فایت مادر به خطاست. یه دونه سابیما رو بردارید. اوکی سابیما رو خیلی به دردش نمیخوره ولی بازم من قرار ترای هارد کنم سر این باز. خب بذارید قبل اینکه شروع شه یکم توضیح بدم چون وسط باس فایت من اصلا آدم توضیح دادن نیستم. ببینید بچه‌ها باس فایت این شکلیه که مینی باسه. این من میگم باس فایت منظورم اون مینی باسه. باس و مینی باس واسه من فرقی نداره همشون باسن. این مینی باس ها میگم این مینی باس ها اسکول شدم رفتم. این مینی باس این شکلیه که یهو نامری میشه. نامری میشه که یعنی شما میبینیدش ولی نمیتونید بهش اتک بدید، از بدنش رد میشه ضرباتتون. شما تنها کاری که باید بکنید اینه که بذارید اون دور بشه از شما. یعنی خودش دور میشه یهو میاد تو صورتتون. حالا خیلی سریع نمیاد، آروم آهسته پرواز میکنه، آهسته خیلی آهسته میاد، اصلا روها میتونید ببینیدش. آهسته میاد تو صورتتون شروع میکنه اتک دادن. همه اتکاشو دیفنس بدید. بالا سرتون که قرمز شد دابل جامپ میزنید میپرید بالا سرش. بهتون قشنگ نشون میدم، توضیح هم شاید دادم، بهتون زیاد میدم. این از اچ پیت عالی بود، عالی بود. حالا ایچیمونجی رو برمیدارم. میبینید اینو که زد بپرید دابل جامپ. 2 تا ضرب بزنید همین. باش خانم من از ذهن ازم بیا. یه بار دیگه. اوکی وای اشکال نداره. میبینی اتک همینجور دیفنس فقط باید بدی پاسچرش برشه چون میبینی دمیج نمیخوره. دوباره حواسم نبود من چرا. بیا یه جامپ. حتما باید پری کنید، دیفنس خالی نزنید اونجوری به تخ میرید. حواسم نبود، یه لحظه داشتم به پاسچرش نگاه میکردم اصلا نیدم کجا. بریم این فیز 1. 2000 years later. یه دونه اتک. خدافظ. به چه آهی کشید. الهی بمیرم برات. نه چیز ساکوزا سامان گفتش بچه. کشته کورتا. یه بار دیگه بگو. سکون نه چه سکونی ایرنو دوستونه. خب نگو که اینجا اونجاست که من حتی اینو نزدم داداش. ببین ما داداش من ندارم. خب من ندارم چی رو بزنم. من نمیدونستم. اوه میکیری باید میزدم. من اصلا تو رو نمیشناسم داشت. اولین بارم دارم تو رو میبینم. ای دوباره میکیری زدی که تو. من با چی خوب خودم هیل کنم. ما باید دوباره فکر کنم این دفعه گفتم میکیریه دیگه.
اوه آروم آروم. دو روز تمرین کردم داداش، بازم میبرم. بیا دفعه بعد پاره. بیا اینجا. عبادت نکن میگیرم اینجا باباتو میخورم. بخند. ریدم. ریدم. چرا هیچ کدوم پری نشد؟ یکم پوزیشنم کم شه. بیا حالا. برو بابا خنده میکنی. نداشتیم ما از اونا نداشتیم، فقط باید میتونید بزنید. دیوز بی پدر سگ. بیا زهر ما. 2 3 4 5 شریدم. مفروض دوتای آخر پری کردم حداقل. بیا اشکال ندارم. یه فیز داری تو دیگه، نه؟ نکنه واسه چیزی هدلس ای پی باشی هم مثلا مهم نی انقدر ایزی بودی. واقعا به این میگید باس فایت؟ آها خب الان میتونیم بریم زیر آب بچه شنا کنیم. اوکی 5500 تا ایکس پی. خیلی ناراحت شدم بار اول مردم چون داشتم میزدمش. خب بچه جاش این محوطه باسفایت نه؟ باسفایت نیستن باشه بهتون میگم. اینجا یه آیتمه که این مربوط میشه به یکی از چیه مربوط میشه به اندینگای بازی. اینو حتما باید داشته باشیم. یعنی چی؟ آنجا خودش نوشته راجع به این نوشته. بچه ببینید یه اتاق خیلی باحالیه که تزیین مزین شده است، خیلی خوشگله. مثلا تو ژاپن عروسی که میگیرن یه چیزایی همچین زنگوله منگوله اضافه میکنه، خوشگل میکنه. این داستانش مربوط میشه به آینده. اوکی که مربوط میشه به اون بالا، خیلی بالا. توش هم هیچی نیست. اوکی مربوط میشه به زدن یه موجود افسانه‌ای. اینا رو با هم دیگه میریم. اینجا توضیحاتش هم نوشته. این توضیح خاصی نداره که بخوام بهتون بگم. اوکی ما این آیتم رو برمی‌داریم میایم بیرون میشینیم رو سایت آف گریس که من باید یه کاری بکنم قبل. یعنی اینو که الان زدیم. فکر کنم بعد از اینکه این باس رو میزنید، فکر کنم این باس بود یادم نمیاد، گنیچی رو ما زدیم یادتون میاد دیگه. بازی کلا عوض شد، یعنی هوا برفی شد، کلا همه چی عوض شد. بعد از اینکه این باس رو میزنید مموریش هم یوز بکنم. من خیلی با مموری این باس کاری ندارم، ولی بعداً اگه خیلی مهم بود بهتون میگم.
خب بچه میبینید بسته شد. اوکی، این بوم فایر بسته شد. فقط هم این نیستا، همه بوم فایرهای کسل آشینا بسته شدن، همشون به جز این یه دونه که فکر کنم بتونم از همینجا بیام بیرون. تمام بوم فایرهای کسل آشینا، گوش بدید، قلعه آشینا دیگه یه دونه بوم فایر هم نداره، همشون بسته شدن. بعد از اینکه این باسو میزنید یه اتفاقی تو آشینا میفته که الان میریم میبینیم. شاید تو خودتون فکر کنی که گنیچی رو برگشته داستان کرد. نه، گنیچی رو که دیگه خیرشو نداره، نظرم خیر چیزه نه چیز خماریتشو نداره، خماریت نمیدونم یعنی چی. منم نمیدونم خود چرا الان گیر دادیم. کلا دوست نداره من قطع کنم، همچه زنگ میزنم انگار واسه فرشته زنگ زده. نمیدونم، بذار الان کارم تمام شد بهت میگم. باشه، خداحافظ شما. من زنگ بزنم به این مگه قطع میکنه؟ زورکی باید قطع کنی. گوکویو گو نخور بینم بابا، گوکوی انه. او چی شد؟ این چیه؟ موزه؟ پنکی پوله اینه انه، این چیه؟ ان شت شیشه شیشه خودت شیشه میکشی. داشت ببخشید یه لحظه داشت بیداری. چی شده داداش؟ چه خبره؟ میشه توضیح بدی؟ چی میگی تو؟ این چیه؟ این چی میگه؟ هاشه اونجوری نه من سامورایی ما سامورای نه چی شد؟ اشتباه شد. وایسا الان سامورایی میشم. نکن گودای چاق سای تانگو هو بینتلی سوکاکا تانگو بینتلی هینو کامی کاگورا. به قول تانجیرو. وایسا نه اینوسکی چی میگفت نه وایسا یه لحظه وایسا همون هینو کامی کاگورا ریدم. این چی بود؟ بیا اوشه شمشیرات اونجوری نکنم. من سامورای اصلی نمو بچه ساز. داشت حالت خوبه؟ پیرمردی شینوبی دوموگا اون شینوبی ها اینجان. این موتا what the fuck؟ کیا اینجان؟ کیا کجان؟ کیا؟ این پله چرا خراب شد؟ یعنی چی؟ مسخره. من با چی برم اونور؟ اینجا پل گذاشتم. باشه متوجه شدم، خودم میدونم داداش، خودم میدونم. اینجاها ما بعدن کار داریم. اون موقع گفتم یا نگفتم که اینجاها کار داریم؟ نه باید بریم بالا داداش. اینجا چقدر آشناست. آها از این انا گرفتیم. ما همین آماده نیستیم. من آمادم. من مردم. آقا خیلی پارت طولانی شد، خیلی که نه یکم طولانی شد دیگه. آقا بیت قبول کنیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. بسایال شما رو تا درودی دیگر به درود بزرگ، نه چیزی یعنی به خدای بزرگ میسپرم و تا درودی دیگر بدرود.